کردن است. متشکرم. من اینجا هستم که در رابطه با اتفاقی که برای خودم افتاد در زندان صحبت کنم. صحبت از زندانی هایی که در دهه 60 در اون شرایطی که پیش اومده بود در زندان ها بودن و رازی که از اون زمان با خودم در واقع 30 سال حملش کردم و به هیچ کس نگفتم تا 2 سال پیش تقریبا که در دادگاه ایران تریبونال برای اولین بار مطرحش کردم. واقعیت اینه که خیلی صحبت میشه از کسانی که در دهه 60 و همچنین بعد از اون کشته شدن توسط این جانیان جمهوری اسلامی اعدام شدن، ولی شاید کمتر صحبت میشه از کسانی که از نظر روحی کشته میشن. جسمشون باقی است ولی از نظر روحی آنچنان صدمه میخورن که میتونیم کشته حسابشون کنیم. از تجاوز صحبت میشه، تجاوزات جسمی، ولی شاید کمتر از تجاوزات روحی که صورت گرفته صحبتی پیش اومده. شاید یکی از علتاش هم اینه که کسانی که در چنین شرایطی قرار گرفتن زیاد نبودن کسانی که حرفش زده باشن. حتی اگر به کسانی که مورد تجاوز جسمی هم قرار گرفتند، اون چیزی که در واقع باقی میمونه اون صدمه جسمی شاید به نوعی بعد از مدتی رفع میشه، ولی اون چیزی که باقی میمونه در این عزیزان صدمه‌ای که از نظر روحی میخوره. به هر صورت من برای اینکه ماجرای خودم بگم باید در واقع برگردم به اول انقلاب که من یه جوونی بودم، اصلا میتونم بگم سیاسی نبودم و توی عالم خودم بودم، توی زندگی خودم بودم. تنها اتفاقی که افتاده بود این بودش که در واقع یه جوونی یه خورده قرتی، یه خورده ساده، یه عالم عاشق و توی دنیای خودش. تنها اتفاقی که افتاده بود این بودش که وقتی انقلاب شد، انقلاب به پیروزی رسید، اون هوای آزادی که تونستیم تنفس کنیم، با کمال میل من میخواستم ازش دفاع کنم. میخواستم که این هوا رو برای خودمون نگه داریم و در این رابطه بودش که توی تظاهراتایی که سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکای فدای خلق که به باور من چه اون زمان چه الان گروهایی بودن که انقلابی بودن، فداکاری‌های زیادی کرده بودن در زمان شاه و در ادامهش و حقشون بود که از این آزادی برخوردار باشن، در تظاهراتایی که از طرف این سازمان‌ها برگزار می‌شد و البته بعضی گروه‌های دیگه من شرکت می‌کردم. بعد از اینکه سازمان چریکا به مشی نظامی رو آورد، بیشتر خب این شرکت در تظاهرات‌ها برمیگشت به تظاهراتایی که بیشتر مجاهدین می‌ذاشتن و این ادامه داشت تا 30 خرداد 60 که در 30 خرداد 60 من حضور داشتم و جنایتی که در اون زمان شد هم شاهدش بودم. اینکه یک تظاهرات مسالمت آمیز صدها هزار نفری توسط پاسداران جنایت به خون کشیده شد و البته بعد از اون از جانب مردم پاسخ داده شد. به هر صورت جلوتر میدم زمانی که در مهر ماه 60 من به زندان اوین فرستاده شدم. جرمم فقط و فقط داشتن اعلامیه بود. حتی این که من در تظاهرات 30 خرداد هم بودم هیچ وقت برملا نشد برای اون
به اصطلاح زندان اوین. به هر صورت اون زمان به زندان رفتم. از شلاق و از اینجور چیزا نمیخوام بگم، اینا رو هممون شنیدیم میدونیم، این در واقع تکرار واضحاتی که هممون میدونیم. ولی به بند 4 منتقل شدم. توی بند 4 اینجوری بودش که توی فکر میکنم همه جا به این صورت بودش که خب من همیشه میگفتم که من کاری نکردم، من هیچ کاری نکردم، اصلا من ضد جمهوری اسلامی نیستم، تواب بودم. در کلمه‌ای که اصطلاحی که به کار برده میشد جزء توابین بودم. و معمولا اینجوری بودش که یک حرکت ایذایی انجام دادن که می اومدن هر از گاهی، یعنی هفته شاید 2 بار می اومدن. یه موردی مثلا اینکه مصاحبه تلویزیونی میکنید یه تعداد انتخاب میکردن، میپرسن ازشون که مثلا مصاحبه تلویزیونی میکنی یا کار دیگه، که کسانی که میرفتن و اگر میگفتن بله در واقع بعد از یه خود برمیگشتن تو، و اگر گفتن نه همون بیرون یه خورده کتک میخوردن، یه خورده اذیت میشدن و اینجور حرکت ایذایی وجود داشت. و یه جور تقریبا این چیزی که من که جدید بودم یا 1 ماه شاید 1 ماه خورده بود اونجا بودم، به این صورت بودش که میگفتن همیشه میگن که بگو آره و چون کاری نمیکنم. در یکی از این دفعات من صدا کردن، البته با چند نفر دیگه، و من از من پرسیدن که اگر کسانی که به اصطلاح حکم اعدام گرفتن تو اعدامشون شرکت میکنی؟ من گفتم بله، با این تصور که اینم یه بلوف. گفتم پس بیا بریم. من و 1 نفر دیگه همراه با هم با اینا بردنمون. جلوتر که رفتیم از اتاقهای دیگه هم کسان دیگه رو بردن و رفتیم توی اتاقی جمع شدیم. من همچنان فکر میکردم که این دروغ. بعد تعدادمون تقریبا حدود 30 تا شده بود که سواری یه مینیبوسی شدیم. ما رو بردن جایی که پیاده شدیم. 2 تا مینیبوس دیگه هم همون زمان رسیدن که حدوداً 100 نفری بودیم. ما پیاده شدیم اونجا محل اعدام بود. پاسدارا با ماسکای سیاه با لباس دستکش و همه چی ردیف وایساده بودن. بعد از یه مدتی چند تا اتوبوس دیگه اومد که توش کسانی بودن که قرار بود اعدام بشن. اونا هم پیاده شدن و جلوی صف پاسدارا قرار گرفتن. صف خیلی طولانی بود، شاید نمیدونم 60 70 100 نمیدونم، خیلی طولانی بود. بعد از اون گفتن که ما بریم جلو و بریم پیش اون پاسداری که اون جلو هست و دستمون رو بذاریم روی دستش و انگشتمون رو بذاریم روی ماشه اسلحه. چند نفر این کار نکردن، در واقع خودشون خراب کردن. 1000 مدل که همونجا توسط پاسدارا مورد خطاب قرار میگرفتن و بهشون توهین میکردن و خیلی چیزا. من رفتم جلو، من میخواستم به اصطلاح ضعف نشوندن اصلا و دستم روی دست اون پاسدار جلاد گذاشتم. یه قرآنی خونده شد و بعد از اون شلیک شد. بعدش این پاسدار جلاد به من گفتش آره چرا انگشت تو فشار ندادی، این چیزایی که دیگه من اومدم عقب. و اون کسانی که نیومده بودن جلو ابتدا به تمام اعدام شدگان تیر خلاص زده شد و بعدش هم کسانی که
عقب وایساده بودن رو فرستادن که جنازه ها رو دست و پاشون رو بگیرن و پرت کنن توی کامیون. توی اون آدمایی که اعدام شدن من به چشم خودم دیدم بچه‌های 12 13 14 ساله بودن. دقیقاً 2 نفر اونورتر دیدمش، یه بچه بود. باز 2 نفر بعد یه بچه دیگه، یه دختری بود. اونو من نمیتونستم تشخیص بدم ولی پسرها خب کاملا مشخص بود. دخترها خیلی ریزندام و یعنی اونم خیلی بچه به نظر میرسه، ولی کم میتونم بگم چون روسری سرش بوده، چشم بند داشت، نمیتونم قطعی بگم، ولی پسرها رو کامل میدیدم که اعدام شدن. بچه های 12 13 14 ساله. بعد از این اتفاق ما رو به اتاق برگردوندن. من تنها کاری که میتونستم بکنم این بودش که رفتم پیش کسی که از بچه مجاهدین بود، همه قبولش داشتن، به سر یه جوری توی اتاق سر اتاق بود. رفتم با اون گفتم که من مثل عروسک خیلی شب بازی اینجا این وسط قرار گرفتم و چیزی که اون گفتش که این به قلب خودت برمیگرده که تو قلبت چی بود. بعد از اون من تنها کاری که کردم، من آدم مذهبی بودم و هستم، ولی در واقع هیچ وقت نمازی نخوندم. تنها یه بار میتونم بگم چرا سالیان سال به اجبار پدر مادر دولا و راست شدم، ولی یک بار میتونم بگم نماز خوندم و اون همونجا بود که وقتی روی سجده رفتم دیگه نمیخواستم بلند شم و از همون زمانم در واقع حس میکردم که تنها کسی که میدونه که چی به من گذشت همونی که اون بالا از قلب من خبر داشت. این موضوع همونطوری که گفتم من تنها نبودم، 100 نفری بودن که این اتفاق واسشون افتاد و تعجب نمی کنم اگر اون آدم ها بعد از این اتفاق ازشون بشنویم، از زندگیشون بشنویم، از اینکه خودکشی کرد یا اینکه شاید به طرف رژیم رفتن چون که فکر میکنن این طرف دیگه هیچ چیزی جایی براشون نیست. برای تعدادی شاید چنین اتفاقی زیاد سخت نباشه. بچه بودن که توی حرکت‌های نظامی بودن، توی بخش مسلحانه شرکت داشتن، ولی برای من که یه آدم بودم که اگه گربه خونمون یک پرنده شکار میکرد تا سالها نمیتونستم، تا مدت زیادی نمیتونستم باش خوب بشم. برای من که یک بار ماهی گیری کرده بودم و از اینکه یک ماهی رو کشته بودم همیشه خودم رو سرزنش میکردم، به یک باره من سهیم شده بودم در قتل یک انسان و اونم نه هر انسانی بلکه قتل یک نفر از نازنین‌ترین جوانای مملکتمون که برای آزادی جونشو داشت از دست میداد و من در قتل چنین انسانی شرکت کردم و اگر این درد رو داشته باشه طبیعیه که به سادگی نمیتونه بیانش کنه، ولی من این مسئولیت رو حس می‌کردم که باید اینو بگم، باید هم بگم که اون بچه‌ها کشته شدن و همین که چه با ما کردن. متشکرم.